بعد نشست مطبوعاتی رئیس ولایتی سوخت رجب‌بای احمدزاده غالبان آزمون ولایتی خامه سازنده را قدردانی نمود. رئیس ولایتی سوخت رجب‌بای احمدزاده ضمن سپردن جایزه ها و غالبان آزمون از همکاری های مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت با کارمندان واسطه اخبار عامه اظهار قناعتمندی کرده تاکید ساخت که نقش روزنامه‌نگاران در بررسی و حل مسائل گوناگون جامعه نظررس است. با نظر داشته این رهبریت ولایت با کارمندان وسایط اخبار عامه همکاری خوب داشته من بعد نیز برای بلند برداشتن سطح نیک و احوالی مردم با اهل قلم همکاری خواهد کرد. باعث ذکر است که مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و با مقصد دستگیری ژورنالیستان و سری وقت خبردار کردن جامعه از روند رشد و تکامل ساحه‌های مختلف خواجگی خلق، شرح و توضیح واقع بینانه، اساسناکی، دگرگونسازی و پروبلم‌های دارای اهمیت مخصوص اجتماعی داشته، همزمان جلب توجه اهل جامعه به مسائل‌های حل طلب میان ژورنالیستان برای بهترین مواد ژورنالیستی آزمون اعلان نموده بود. آزمون مذکور طبق قرار رئیس ولایتی سوخت از سنه 10 ایون سال 2021 تحت رقم 297 درباره گذرانیدن آزمون ولایتی برای بهترین مواد ژورنالیستی تحت عنوان خامه سازنده 2021 گذرانیده شد. بیش از 60 نفر ژورنالیستان در نومیناسی‌های انعکاس دستاوردهای جمهوری تاجیکستان در دوام 30 سال صاحب استقلالی مملکت، مسائل‌های مربوط به رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، مسائل‌های مربوط به ساحه صنعت، مسائل‌های مربوط به ساحه کشاورزی، معرفی دستاوردهای جمهوری تاجیکستان در 30 سال صاحب استقلالی توسط لوحه‌های تلویزیونی و اینترنت رول‌ها موادهای خود را پیشنهاد نمودند. در اساس قرار حکمانی آزمون در تمام نومیناسی‌ها 39 نفر کارمندان واسطه اخبار عامه صاحب دیپلم و جایزه پولی‌ها گردیدند. مثلا روزلی امانوف خبرنگار تلویزیون تاجیکستان، مسلمه رحیمова خبرنگار تلویزیون بهارستان، عابدجان کریمов خبرنگار تلویزیون سینما، فیروزه میرجومایeva خبرنگار تلویزیون دیار، اوغلای رجبova خبرنگار تلویزیون هفت‌ستاره و دیگران صاحب دیپلم و تحفه‌های پولی گردیدند. باید قید نمود که مفتونه شکورova خبرنگار تلویزیون سیمای مستقل یکم با پیشنهاد 6 گزارش تحلیلی در نومیناسی ساحه کشاورزی جای اول را صاحب گردید، دیپلم درجه 1 را سزاوار و صاحب تحفه رئیس ولایتی سوخت رجب‌بای احمدزاده با مبلغ 6000 سومانی گردید. مفتونه شکورova خبرنگار تلویزیون سیمای مستقل یکم با دیپلم درجه 1 را در حد 6000 سومانی گردید. آزمون عنعنوی خامه سازنده با دستگیری رهبریت ولایت از سال 2014 این جانب گذرانیده شده. سال روان مبلغ عمومی جایزه و 160,000 سومانی مقرر گردیده به غالبان سپاریده شد. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.